که در ماه رمضان به افطار کنان میتونن، میگوید اما هایی که محتاجایی که ما دعوت میکنیم بعضا نماز نمیخوانن یا حجاب اسلامی ندارن، گناهگار نمیشوید. نه گناهگار نمیشوید. شما افطار کرده استادید، خوراکتون برای محتاج در داخلش شاید به نماز باشد، شاید مخصوص به نمازا نیست، اون برای همه است. تو یکی به نماز هم اومد، شاید اون به نماز شرم داشته، خصوصا در افطار وقتی همه خسته نماز خوندن نماز خواند، به این گناهگار نمیشوند. شاید که در این مجلس ها یا در این گفتن دسترخوان خیر رمضانی اونها هم کمی به خود آیند، به این گناهگار نمیشوند ان شاء الله. السلام علیکم استاد جان. علیکم السلام. اصلا دهان بندی پیش از نماز بامداد یا بعد نماز بامداد همین درست‌تر میفهمم. چرا بعد نماز بامداد مهیا؟ دهان بندی البته پیش از بامداد است. بعد از بامداد الکی وقتی روزه، یعنی الکی صبح میدمد وقتی روزه داری هست، بعد از نماز بامداد دهان بندی کرده اصلا روزتون ویران است تماما. اذان میگفتی که پیش از آن خوارا یک 5 دقیقه پیش از اذان دهان بندی، این خوب است، این دور از شبهه ها هست. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم یک کم از دهان بندیشون تا وقتی اذان، خطا نکنم حضرت عایشه حدیثشون بداره، تا یعنی به مقدار 50 آیت خواندن وقت میگذشت، یعنی پیشتر از اذان دهان میبستن. پیشتر از اذان دهان بندید این خوب است، هم از شبهه دور است.